سلام. یکی از مهمترین مسائل در مورد همکاری بیمار حین درمان ارتودنسی رعایت بهداشت و مسواک زدن جهت جلوگیری از ایجاد پوسیدگی و مشکلات لثه‌ای بیمار هستش. مهمترین فاکتور اینه که تعداد بارهای مسواک زدن در طول روز زیاد باشه، یعنی حداقل 3 نوبت در روز از مسواک استفاده کنیم. روش استفاده از مسواک اینه که از مسواک خمیر دندون استفاده می‌کنیم و به صورت افقی بالا و پایین وسیله ها رو کامل تمیز میکنیم. سطوح جونده و سطوح داخل دهانی که به همون روش‌های عادی تمیز میشن. وقتی که مسواک تمام شد دهان رو میشوریم و از مسواک بین دندانی بدون خمیر دندون برای تمیز کردن ناحیه زیر سیماها، بالای براکت ها و زیر براکت ها کامل استفاده میکنیم که کامل این ناحیه تمیز بشه. بعد از اینکه مسواک بین دندانی رو ازش استفاده کردیم، از نخ دندون سوپرفلاس برای تمیز کردن بین دندان ها استفاده میشه، محل تماس دندان ها. نخ دندون سوپرفلاس تفاوتی که با نخ دندون معمولی داره اینه که یک سر محکم تر داره که مثل حالت سوزن مانند میمونه. میتونین راحت اینو از بین سیم رد بکنید. از قسمتی که یک مقدار کلفت هست قرار نیست استفاده کنیم، میایم تو قسمت خود نخ و بعد نخ دندون رو به همون شیوه اره‌ای از بین دندون ها رد میکنیم و دندون ها رو کامل تمیز میکنیم. هم دندون سمت راست و هم دندون سمت چپ کامل تمیز میشه و سپس کامل نخ خارج میشه. با این روش همه سطوح دندانی کامل تمیز میشن. استفاده از مسواک بین دندانی و نخ دندان حداقل 1 بار در روز توصیه میشه و هرچی بیشتر استفاده بشه بهتر هست. مورد دیگه استفاده از دهانشویی فلورایده که میتونه کمک کنه استحکام دندان ها و مینای دندان بیشتر بشه، از پوسیدگی و ایجاد لکه‌های سفید روی دندان ها جلوگیری بشه. بهتره دهانشویی فلوراید 2 الی 3 بار در هفته قبل از خواب استفاده بشه. لبخند زیبای شما آرزوی ماست.